سلام، با فایل دوم برندسازی شخصی در خدمت شما دوستان هستم. همونطور که در فایل اول اشاره کردم، برندسازی شخصی مقوله موضوعی هست که میتونه برای همه افراد در همه سطوح کاربرد داشته باشه و از مزایای اون بهره مند بشن. همچنین اونجا توضیح دادم که مبحث برندسازی شخصی عمدتاً روی عملکرد و پرفورمنس ما تمرکز داره و دارای یک سری ویژگی ها، پیش شرط ها یا الزاماتیه و قرار شد در فایل صوتی دوم بیشتر بر اون پیش شرط ها یا اون ملزومات یا اون زیرساخت ها تاکید بکنم و اونها رو خدمت شما عرض بکنم. چون تمرکز برندسازی شخصی بر عمل کرده، یکی از مهمترین پیش شرط های اون برای اینکه ما یک برند خوب رو ایجاد بکنیم از بعد شخصیتی، داشتن یک خودشناسی و معرفت کامل از خودمونه، از ویژگی هامون، توانایی هامون، قابلیت های بالفعل و بالقوه ماست، چیزی که بسیار بسیار اهمیت داره. پس این به عنوان مهمترین اصل برندسازی شخصی هست، اینکه من خودم رو بشناسم و معرفت کاملی از خودم داشته باشم. برند هم یک موجود زنده است که دارای یک هویت، یک شخصیت و اعتبار و روحی داره که وقتی ما اسمشو میشنویم ذهنیت ما نسبت به اون شکل میگیره و برای ما تداعی‌های مشخصی داره. مثلا وقتی شما نام بنز رو میشنوید، این برای شما یک تداعی مشخصی از یک محصول با ویژگی های خاص رو داره. حالا ما همین لباس برند رو میخوام تنی یک موجود زنده به نام انسان بکنیم و از مفهومی صحبت بکنیم تحت عنوان برند شخصی. در اینجا آنچه مهم هست و کلید اولیه توسعه برند هست اینه که من پایه‌ای ترین و اولین زیرساخت اون رو خوب درک بکنم و اون هم چیزی جز خودشناسی من نیست. قاعدتاً این خودشناسی بر 3 پایه کلیدی استوار هست. این که من خودشناسی ذهنی خوبی داشته باشم، خودشناسی قلبی خوبی داشته باشم و خودشناسی جسمی خوبی داشته باشم. یعنی من بر اساس شناختی که از ذهنم، قلبم و جسمم دارم بتونم به یک درک معنادار از خودم برسم. بعد از شناختی که من در این 3 مقوله‌ای که عرض کردم بهش میرسیم، ما وارد مرحله بعدی میشیم که در واقع ساخت هویت خودمون هست. این هویت از 4 رکن اساسی در پرسونال برند برخورداره که به ترتیب شاید اول یک هویت استراتژیک باشه، بعد یه هویت مفهومی باشه، بعد هویت کلامی و در نهایت یک هویت تصویری باشه. یعنی ما در برندسازی شخصی باید 4 شکل هویتی از خودمون بسازیم و دقیقاً بدونیم که حالا مثلا هویت استراتژیک ما چی هست، هویت مفهومی، هویت تصویری کلامی ما دقیقاً چگونه عمل میکنه و چه ویژگی هایی برخورداره. حالا در ادامه من سعی میکنم که به صورت اجمالی این 4 رکن هویتی رو با شما به اشتراک بگذارم و بحث بکنم در رابطه با اون ویژگی هایی که این هویت ها دارن. اینه که در هویت استراتژیک و هویت مفهومی که در واقع همون مدل ذهنی شماست، برندسازی شخصی باید توسط خود شما انجام بشه. من نمیتونم بیام برای شما یه هویت استراتژیک تعریف کنم یا یک هویت مفهومی به شما بدم. این چیزیه که شما خودتون باید بسازید. اینجا جاییه که میگن کسانی که وارد ساخت برند شخصی میشن و یا ساختن برند شخصی درد داره. مثلا اگر قرار شما قهرمان کشور بشید، نمیشه صرفاً با تعیین اهداف استراتژیک یا یک هویت مفهومی شما به این قهرمانی برسید. باید تلاش بکنید، باید اوتسورسینگ نمیشه، اینو نمیتونید برون سپاری بکنید، کاملا وابسته به خودتونه. اما در رابطه با هویت کلامی و هویت تصویری، خب شما میتونید این رو برون سپاری بکنید، افراد دیگه‌ای متولی این کار بشن. معمولا
در کسب و کارها و در شرکت‌ها به همین روش عمل میکنن که بخش هویت استراتژیک و هویت مفهومی رو خودشون میسازن، اما هویت‌های کلامی و هویت تصویری رو به تیم‌های بازاریاب یا مارکتینگ میدن و اونها تلاش میکنن این هویت کلامی و تصویری رو بسازن. وقتی در حوزه برندسازی شخصی صحبت میکنیم، ساخت هر 4 هویت بر عهده خود ماست. یعنی ما باید خودمون اینها رو درست بکنیم و با تخصیص زمان و تلاش بیایم یک برند شخصی خوب رو از خودمون ایجاد بکنیم و توسعه بدیم. آنچه هویت استراتژیک ما رو شکل میده در واقع در حوزه سازمان‌ها، اون برنامه‌ها، اون چشم‌انداز و ارزش‌های بلند مدتی که برای معرفی یا تولید محصولاتشون دارن در مورد آدم‌ها هم شامل اون برنامه‌ها و پلن‌های بلند مدتی هست که اونا مد نظر دارن و تلاش دارن که در یک افقی حالا 5 تا 10 ساله یا 20 ساله بهش برسن. در واقع اگر به عنوان یه پایه این رو تلقی بکنیم، بعیده که افرادی باشند که از یه هوش نرمالی برخوردار باشن اما چه این هویت استراتژیکی رو تعریف نکرده باشن برای خودشون. این خیلی خیلی بحث مهمیه. حالا در حوزه هویت مفهومی که باز در برندسازی شخصی ازش صحبت میشه، یه سری سوالاتی مثل این که بدونیم چگونه فکر میکنیم، چگونه تصمیم گیری میکنیم، رفتارامون تا چه حد قابل پیش بینی هست، مدل ذهنیمون چیه، اصلا از نظر تیپولوژی شخصیتی من چه شخصیتی دارم. اینها جز اون مواردی هست که هویت مفهومی یک فرد رو تعریف میکنه. خب باید به این هویت مفهومی یا مدل ذهنی خودمون فکر کنیم، تصمیم بگیریم با توجه به اون داشته هامون چگونه این هویت مفهومی رو بسازیم. این خیلی مهم هست که داشته هامون رو در نظر بگیریم، بر اساس اون بیایم هویت مفهومی درست و دقیقی از خودمون تعریف بکنیم. آنچه اینجا خیلی خیلی مهم هست و من قطعا روش تاکید میکنم اینه که باید دقت بکنیم که این هویت مفهومی ما در تعارض با اون سه هویت دیگه، هویت استراتژیک، هویت کلامی و هویت تصویری ما نباشه. در صورتی که اینها یکی از این موارد با بقیه اون هویت ها یا اشکال هویتی که ما میسازیم در تضاد و تعارض باشه، فکر میکنم ما تبدیل به یک بازیگر بشیم، بازیگری که در واقع داره نقش بازی میکنه، یعنی اصلا خود واقعیش نیست. در نهایت هم ممکنه ما تحمل این شرایط رو از دست بدیم و با فاش شدن اون هویت اصلیمون هر چی کاشتیم در واقع به باد بدیم. این بحث در خصوص سازمان ها هم صدق میکنه. مثلا سازمان ها یا کسب و کارهای نوظهوری که یک برندسازی ناقص و متضاد رو انجام میدن، در نهایت یک برند سازمانی متزلزل رو به بازار معرفی میکنن. در رابطه با هویت کلامی و تصویری هم برای ما که اغلب جز آدم‌های معمولی محسوب میشیم و دسته‌بندی میشیم، خودمون باید این هویت رو بسازیم. حالا شاید شما فکر کنید که این هویت تصویری و هویت کلامی در قیاس با اون هویت استراتژیک و هویت مفهومی از اهمیت کمتری برخوردار باشه. برعکس من کاملا با این دیدگاه مخالفم. فکر میکنم که اگر ما نتونیم هویت تصویری و هویت کلامی درستی از خودمون نشون بدیم، علیرغم این که ممکنه یک هویت استراتژیک و مفهومی خوب داشته باشیم، بیاد این دوتا هویت کلامی و هویت تصویری به عنوان یک آنتی برند عمل بکنه، یعنی تصویری از من نوعی رو به شما معرفی بکنه که واقعا اون نیستم، یا اینکه ممکنه من خیلی بهتر از اون چیزی باشم یا شما خیلی بهتر از اون چیزی باشید که دیگران میشنوند و میبینند. اما چون ما نتونستیم سرمایه گذاری درستی روی این دو هویت کلامی و تصویری بکنیم، میاد یک تصویر ناقصی از ما ارائه میکنه. من نمیخوام بگم که برندسازی شخصی و اون 4 شکل هویتی این معناست که ما تو همه زمینه‌ها و همه ابعاد بیایم این ویژگی‌های خوب رو در کالبد یک آدم جمع بکنیم. شاید اون ضرب المثل آنچه خوبان همه دارن تو یک جا دارید اصلا در مورد پرسونال برندینگ صدق نکنه.
چون انسان و ویژگی‌های اون و یا عملکرد ما در برخی از موارد یه ماهیت اقتضایی داره یا وابسته به شرایطه. اما پرسونال برند یک تلاش معنادار و هدفمنده که سعی میکنه یه تصویر منسجمتر از این 4 شکل هویتی برای ما ارائه بکنه. امیدوارم در فایل صوتی بعدی بتونم این بحث رو جمع‌بندی بکنم و نکات باقی مانده رو خدمت شما عرض کنم. خدا نگهدار.